دیدگاه امام غزالی درباره دوستی و انتخاب دوست. 3 ویژگی را در یک فرد باید جستجو کرد. اول، عقل. هیچ فایده در دوستی با فرد بی‌فکر وجود ندارد. گاهی دشمن هوشمند از دوست نادان بهتر است. دوم، اخلاق. با کسی که نتواند عصبانیت خود را کنترل کند یا خواسته هایش را مهار کند دوستی نداشته باشید. همچنین از دوستی با کسی که دروغگو است یا به دنیا حریص است بپرهیزید. سوم، تقوا. با کسی که در گناه‌های بزرگ پافشاری میکند دوستی نداشته باشید، زیرا مشاهده چنین اعمال به طور منظم باعث می شود که گناه کوچک به نظر برسد. این ویژگی ها به ندرت در کنار هم وجود دارند، پس تعاملات خود را با دوستانتان تناسب با سطح این ویژگی ها در آنها حفظ کنید. دوستان به 3 دسته تقسیم می شود. اول، که مثل غذا می باشد. بدون آنها نتوان زندگی کرد. این دوستان برای آخرت هستند. از آنها برای حمایت در عبادات دینی کمک بگیرید. دوم، مثل دارو. با آنها به طور دارویی نیاز دارید. این دوستان برای دنیا هستند. از آنها باید شخصیت خوب را بیاموزید. سوم، که مثل بیماری هستند. هیچ وقت به آنها نیاز نیست، اما گاهی گرفتار آنها می شوید. این دوستان تنها زمان می تواند بر شما نفع برساند که از خدا کمک بخواهید تا معایب آنها را ببینید و خود را بهتر کنید. بدانید که شما مسئول انجام برخی وظایف در دوستی هستید، مانند دفاع از آنها، کمک مالی به آنها و بخشیدن خطاهایشان و به طور خلاصه شما باید با دوستان همان طور رفتار کنید که دوست دارید آنها با شما رفتار نمایند.